پس از رسوایی بانک آینده و زلزله تورمی ناشی از اون امروز شاهد زخمی تازه بر پیکر اقتصاد رنج دیده کشور هستیم. فسادی که در سال 1402 از دل لیزینگ رایان سایپا سر برآورده است. در این پرونده فردی به نام هادی حسن‌زاده امیری که خواهرزاده آقای صالحی امیری وزیر گردشگری هم هست و سالها نامش در فهرست ابربدهکاران بانک‌های دی، توسعه، تعاون و ملی در دهه 90 به چشم می‌خورد، با تشکیل یک شبکه‌ای از شرکت‌های پوششی و سوری یک اقدامی رو انجام داده و اون همین هستش که رفته و یک سری شرکت‌هایی رو راه اندازی کرده که سرمنشأ همه اونها هم میشه شرکت خونه به خونه. بیش از 1000 میلیارد تومان تسهیلات بانکی رو تحت عناوین مضحکی مثل لیزینگ برنج تصاحب کرده و اون هم برای 15000 تن برنجی که نه مبدأش معلومه نه مقصدش روشنه و اون هم تنها با یک پیش فاکتور. این تسهیلات نه برای تولید بود نه برای اشتغال. امروز هم استنکاف از پرداخت دیونش رو داره انجام میده به بهانه‌های مختلف از جمله انحلال ساختگی شرکت‌ها. من از رئیس محترم دستگاه قضایی میخوام که با ورود خودشون و دستور ورود فوری برای برخورد قاطع و بی‌ملاحظه ضابطین و قوه قضاییه به این پرونده ورود کنن، نهادهای امنیتی بررسی کنن این حجم برنج امروز کجاست، این پول‌ها که از شرکت‌ها خارج شده کجا رفته. یک نکته دیگر رو هم عرض بکنم، اون همینه که آقای دکتر پزشکیان، تورم در کشور عددش در بسیاری از موارد بالای 50%. این عدد 20 مقدسی که برای افزایش حقوق مردم شما در نظر گرفتید از کجا آوردید؟ این رو اصلاح کنید خواهشاً در بود.